پهلوی‌ها 35 میلیارد دلار پول از کشور خارج کردند. روزنامه فاینانشال تایمز با بررسی دارایی‌های دیکتاتورای خلع شده تو گزارشی آورده که محمد رضا پهلوی شاه خلع شده ایران 35 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده که 20 میلیارد اون از سوی دولت آمریکا مسدود شده. محمد رضا شاه علاوه بر اختلاس 35 میلیارد دلاری در هنگام خروج از کشور 384 عدد چمدان پر از جواهر و الماس به همراه تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس، 50 قطعه زمرد، 368 تبه مروارید با وزن 280 گرم و همچنین تاج ملکه با 1646 قطعه الماس از کشور خارج کرده است. تو این مطلب از دارایی‌های صدام حسین دیکتاتور خلع شده عراق گفته شده که در خارج از این کشور تا 40 میلیارد دلار برآورد و اضافه شده که دولت فرانسه 23.5 میلیارد دلار از این مبلغ رو بلوکه کرده. سلام دوستان، خسته نباشین. راست میگن همیشه خورشید پشت ابر نمیمونه. راسته. شما بگین آقای ما سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران این کارا کرد و کارا کرد. ببین آقای شاه پرست، اون کسی که میگن آقا شاه قبله عالم بود، شاه کار کش، شاید همه تا دزدید، میلیاردها دلار دزدید. شما نمیتونه غلطی بکنین. باید میین پشت پیر فرزانه، حکیم توانمند، آقا سید علی خامنه‌ای میگن فلانه. آقا واسطاده جلو یک دنیایی که شما ضربه نخورین، باز شما این آرت و پورت میکنین. شما بشیم چی جان؟ شما قد مردم بره زن 16 سنت فقط تامبولی و یارو یهودی در بیارین، بعد زرت برت کنین. آره بازم زنده با سید علی خامنه‌ای.